یه سوال دیگه داشتم. همه انسان هایی که حج عمره میروند و گناهکار مثال گناه میکنن میان با همون گناهاشون تکرار میکنن، به همین خیلی انسان ها چی گفتنین؟ یکم نصیحت میکردین از نزدیکان خودمون رفتگی اومدگی با همین گناه ها رو میکنن، ما میگیم مثال تاثیرشون هم نمیکنه، یکم گپ میگفتین رحمتی کلام. وقتی که یک عبادت انجام میدهید همون عبادت قبول شد به درگاه الله تعالی یا قبول نشد، همین غیب است. لیکن غیب علامت دارد، نشانه دارد و کسی که حج کرد یا عمره کرد و بعد حج و عمرش تغییر یافت، آدم ها، همنشینهاش، همسرش، فرزنداش گفتن که این شخصیت بعد حج تغییر یافته است یا بعد رمضان تغییر یافته است، گوید این علامتی قبولی همون عبادت. اگر همون گفت که خری عیسی گر به مکه برند باز همون خر باشد بعد بازگشت، این دلالت می‌کند که عبادت قبول نشده است. برای اینکه به عبادت ها برادران و خواهران عزیز نیت شرط است. کسی به خاطر الله برای رازگی الله تعالی سفری حج و عمره میکند یا عبادت ها را اجرا میکند، البته و عمل تأثیری دیگر دارد. کسی با نیت دنیا، این عبادت های با نیت دنیا کرده نمیشد. با نیت دنیا کند یعنی مانند شهرت، مانند حاجی، لقب حاجی و سزاوار شدن یا سعی و گشت یا فلانی رفت است من نروم عیب میشه، همین خیلی مقصدهای غیر شرعی که اگر رود و عبادت الکی قبول نمیشه. شرط قبول عبادت دو تا هست: اخلاص و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. خالصا لله به حج روید، حج یا عمره را به طبق دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آخر رسانید. به جان شو ساکنی کعبه، بیابان چند پیمایی، چون نبود قرب روحانی، چی سود از قطع منزل ها. به جان شو، به تن نه، به جان شو ساکنی کعبه، با روحت با قلبت واردی کعبه شو. به جان شو ساکنی کعبه، بیابان چند پیمایی، یا تو از 5000 از 7000 کیلومتر آمدی به اینجا، اینقدر بیابان های پسی سر کرده آمدی، چون بود قرب روحانی. اگر تو با قلب و نیتت به الله تعالی نزدیک نشده باشی، چی سود از قطع منزل ها؟ منزلت پرت افتی، جایگاه گرمت پرت افتی، خانه بی پولت پرت افتی، آمدی در اینجا در مشقت و مسافری، چی سود؟ چی فایده اگر به خاطر الله نآمده باشی؟ بنابراین برادرها، وقتی عبادت رو میکنید خالصا لله، موافق سنت نه، بعد و عبادت نتیجه نمیدید. بله.